سلام عرض میکنم به همه اون عزیزانی که لحظه ما رو تماشا دارند. امیدواریم که خوب و خوش هستید و با طبع بولیده ما رو این لحظه ها تماشا دارید و چون همیشه برنامه خبری رادیو آزادی رو که همگی بعد از کمتر از یک ساعت دیگر تقدیم شما می شود همراه با ما تماشا خواهید کرد و چون معمول ما در برنامه تلاش کردیم خبرگزاری‌های زیاد و نو رو برای شما پیشنهاد کنیم. از جمله در برنامه ما خواهیم دید که مقامات توجیک در رابطه با استرداد شدن و یا نشدن یک فعال حزب منشور شده نهضت اسلامی در تاجیکستان چی میگویند. کلمه ها دشوارند و یا که ما زبان را نمیدانیم و یا چرا در سامانه‌های تاجیکی با غلط می نویسند. این یکی از موضوعهای دیگری برنامه ماست. و در ایران در پی تظاهرات صوفیان چندین نفرانی پلیس کشته شدند که ما در این رابطه نیز برای شما گزارش پیشنهاد میکنیم و تا 9 میلیون نفر شدن تاجیکان چند نفر دیگر نمیرسد و یا به حساب میانه یک زن تاجیک چند فرزند به دنیا میآورد. این است یکی از موضوعهای خبری ما در برنامه امروز که حتما تماشا کنید و در جریان خواهید بود. و همچنین یک ماجرا یا اینکه فاجعه غم انگیز نیز هست که در یکی از بیمارخانه های ولایت ختلان یک طفلی که طبیبان گفتند دختر به دنیا آمده است و بعداً جسد هلاک شده پسر رو به والدان سپردند. در این باره ما یک گزارش مفصل داریم که همگی بعد از کمتر از یک ساعت دیگر پیشنهادی شما می شود و چند خبر گزارش مهم دیگر که حتما هم هست و امیدواریم با ما خواهید بود و خودتون تماشا میکنید. فراموش نکنید ما رو در آزادی ویدیو یوتیوب میتونید در پخش مستقیم ببینید و سامانه ما است www.azadi.org و البته در شبکه اجتماعی نیز ما صفحه های مخصوص داریم. نشنیدم نگویید.